کل کره زمین در کل کشورهای اسلامی دروازه تعلیم و تعلم بر رخ زن و مرد مسلمان باز باشه، ولکن در سرزمینی که ما و تو سنگ جهاد و مقاومت بر سینه میزنیم، سنگ اسلامیت بر سینه میزنیم، ادعای حکومت اسلامی میکنیم، دروازه تعلیم و تعلم بسته باشه. نمیگویند که این چه قسم حکومت اسلامی است که مخالف تعلیم است، مخالف تعلیم و تعلم است، مخالف آموزش است. وقتی که در یک جامعه آموزش نباشه، تعلیم نباشه، هیچ چیزی دیگری وجود نداره. شما فردای قیامت جواب رب العالمین چی میدهید که در مورد مستحبات، در مورد آداب، در مورد سنت ها هر روز با ملت گیرداده روان است و طوری که حتی دایره زندگی را برای مردم تنگ ساختید. و امروز دینگوریزی جوانان را ببینید که مثل سیل برای ادامه داره. بدید که علم نمیفهم مباح است و علم نمیفهم چنین است و این کدام ارزش نداره و غافل از این که نمی علم مباح امروز اگر نمی ثمره علم مباح از زندگی از حکومت بردارید دیگه فلج میشوید اصلا، دیگه راه گشتن هم برایتان مشکل است. آیا نمیدانید که امروز موتر زری که سوار استی نتیجه همین علم مباح است؟ آینکی که در چشم داری نتیجه علم مباح است، تلفنی که در جیب داری نتیجه علم مباح است. چون ما فکر کردیم که فقط تنها با مولوی شدن و ملا شدن مشکل وطن حل میشه، غافل از اینکه نه،